тамошобинони гироми қадр, 1-2 сол пеш вақте ки сафар ба шаҳри Истамбул кардем, аз дигар фурудгоҳ фуруд омада будем. имрӯз хушбахтона дар фурудгоҳи нави Истамбул фар омадем. Шамала Истамбул муйсарум парешон кадай. ассалому алайкум бинандагони азиз, намоиши сеюми барнома аз дуруҳои дурро аз шаҳри Истамбул манзуратон мегардонем. худоро шукр ки соқу саломат дар фурудгоҳи шаҳри Истамбул фуруд омадем. бинандагони азиз, фурудгоҳи шаҳри Истамбул бениҳоят калон аст. аз дохил ба берун қариб 4 километр қадам задем, баъд берун омадем. бениҳоят калон аст. фурудгоҳи нави Истамбул сохтмонашро 9 июни соли 2014 оғоз карданд ва 29 октябри соли 2018 як қисматашро ба итмом расонданд. дар нақша аст ки агар ин фурудгоҳ ба пуррагӣ ба итмом бирасад, то соли 2030 калонтарин фурудгоҳ дар рӯи дунё ба шумор меравад ва дар як сол ин фурудгоҳ то 200 миллион мусофирро қабул карда метавонад ва дар ин фурудгоҳ то 350 хатсар фаъолият мекунад. такси. Abi selam aleyküm. Aksaray'a götürürsün. Tabii, evet, buyurun. Selamat başı. بینندگان عزیز، هنگامی که با ترکیه سفر میکنید و در تاکسی سوار میشوید، حتما با آینه پیش راننده نظر کنید. تاکسیمترش در همین جا است. با رقم های سرخ راهگیر شما در آینه پیدا میشود. از فرودگاه تا مرکز شهر استانبول 45 کیلومتر راه است. راهگیری ما 120 لیر با پول ترکی با پول سامانی 220 هما شد. گوش ما کشیدم، دیم بار دیگه در تاکسی سوار نمیشم. راهگیری‌های تاکسی استانبول به‌نهایت قیمت هستند. بعضی راننده‌ها اگر ببینند که سیاحید در یک راه کوتاه راهگیری قیمتی زر را از شما میگیرند. برنامه را تماشا کنید. کمتر پس راه‌های آسان و ارزان نقلیات مسافرکش را به شما نشان می‌دهم. اکنون بینندگان عزیز، به نقطه پولی عوض‌کنی می‌داریم و دلار را با پول ترکی عوض می‌کنیم. این زمان 100 دلار آمریکایی با 556 لیر ترکی برابر است. تماشابینان عزیز، اکنون ما صاحب پول ترکی شدیم، یعنی که لیر. اکنون یگان کلبه ویرانه یافتن در کار، شب را روز کردن در کار. شمالا استانبول سرک ما ویران کرده. بینندگان عزیز، از این میوه‌خانه پرسان شدیم. یک شب عروض کردنش 2200 سومانی. این ارزانی بده. 2200 سومانی چیه؟ هیچی. در تمام مرکز شهر استانبول قریب که خانه‌های استقامتی وجود ندارند. از زیاد بودن سیاحان فقط میمانخانه و مغازه را ساختند و تمام. همین قدر میمانخانه بسیار یک میمانخانه قیمت نمی‌آید که بریم یک دمی بیغم بزنیم. این میمانخانه‌ش هم به حدی بد ارزان. یک شب روز کردن 2500 سومن. 2500 سومن چیه؟ هیچی. بینندگان عزیز، این میمانخانه‌ش هم 1200 سومانی. یگان میمانخانه قیمت نیست که بریم یک راحت کنیم در ترکیه.
هر هفته در کوچه های شهر استانبول نمایش های لباس های ترکی می شود که مردم آمده تماشا میکنند. Здравствуйте. Очень приятно. Давно хотите, что ли? بیا بریم مهمانخانه بکنیم که امشب در کوچه میمانیم. انا بینندگان عزیز همون مهمانخانه که قیمتی که میگفتیم میافتیم. یک شبش 150 سومانی. میریم کم تا راحت میکنیم بعدا از پس نوارگیری میشویم. او کلبه ویرانه که خد کوچه ها میگفتیم اخیر رفتیم همین به دست بسیار جای با فکریم که براحت. اینا آینه نیلگون داره، بود هوا خنکنک داره، میز و کرسی داره، آینه بری دیوالی داره، پرده های زیبا، جای خواب براحت. دو تا بالش ما در خانه یک بالش تا بازارا میگیریم، اینجا دو بالش. زود انا اینجا جای لباس آویزان کنک بسیار زیبا. انا اینجا حاجت خانه خطی حمام بسیار جای خوب. سیام کنک یک دقیقه که اولم بعد یک حاجت خانه میدونم بعد میبرم. یک دقیقه ولی سیام کنک راحت بده بابک. تمام خود شد. بینندگان عزیز اکنون با قسمی راحت اگر در خاطر داشته باشید بینندگان عزیز برنامه پیشینه در جمهوری هندوستان بود. چراغش تاریخی قرصک خاموش میکردیم کو اگر در خاطرتون باشه. بینندگان عزیز ببینید چه خیلی انا چراغ خاموش میکنم. همین من تصمیم گرفتم که تا می چراغ ویران نکنم خواب نمیرم. بینندگان عزیز آخرام بار بود. شما شب خوش با ما استراحت کنید. خیر. این شهر استانبول ترقیاتش دیگه، پیشرویش دیگه. باور که یک عقل آدم راست نمیگیره. همین چراغ خاموش کنید عقل آدم راست نمیگیره. این قدر پیش رفتن عجایب. نفهمیدیم اخیر فهمیدیم. چه خیلی بده است. اگر با پشت رفتن خواب باشی اگر خواهش داشته باشه که چراغ بکشی و راحت کنی بین چه خیلی میکنن. میخیزی مرده گوری میای این یعنی میگی اما که در صورت بلند چه خیر ماشین داشتید؟ رزینوی نکسن. نکسن؟ اگر رزینوی نکسن نمی بود کپای سنجابک دود بکرد. کجا شد؟ سرپرست برنامه ما رزینهای نکسن و اکومولاتور باس قاینر ویستا. بینندگان عزیز شما میتوانید که از دکان‌ها و مغازه‌های شهر
کارت استانبول رو دسترس کنید. نرخ کارت استانبول 8 لیتر با پول سومانی 14 سومون میستاد. انا از من برای شما انا چه خیلی پول گذراندن در این کارت رو برای شما نشون میدم. Abi selam aleyküm. Su ne kadar? بینندگان عزیز آزی ما با کارت پول میگذارونیم. کد رو در اینجا میگذارید. پول رو با اینجا وارد میکنید. چند پولی که گذرانده در اینجا نشان میده که چند مبلغ گذشت. بعد از اون کار رو میگیرید و میروید. کار تمام. بینندگان عزیز وقتی که بخواهید که در انا وارد ایستگاه شوید کار رو در تجهیزات میگذارید. راه کشوده میشود. و شما میتواند که وارد ایستگاه بشوید. نگفتن امانت که 4 طرف ایستگاه محکم است. تنها با واسطه انمی کارت میدروید. اگر بخواهید که به پول در همین تراموای توپ بگیرد سواری کنید یگان کس کارتون نداره. لیکن یک سیر داره. از سیر برای شما فاش میکنم. از همین جای ایستاده من اگر تراموای اومد در اون مینشینید تا آخر ایستگاه را میروید. وقتی که فرآمدید از حدود ایستگاه بیرون نمیبرید. بعد از بیرون برآمدن بعد دیگر طرفی رو میگذارید مثل من. خیلی میگذارید. بعد از آن دیگر تراموایی که آمد نشسته توپ بگیره سواری کرده میگردید. با یک پرداخت توپ بگیره سیر سراحت میکنید. نه که فقط با یک شرط از حدود ایستگاه بیرون نمیبرید. آمد باز میریم میبینیم. نه به پول تماشا. دیگه در اون تراموای بسیار سرخین است. مردم زیاد. خلاص که بعد از هر یک لحظه یک دقیقه پس هر یک ایستگاه یک تراموای میوید. خلاص که مردم پیاده نمیمونه. همه سری وقت به منزل میرسن. این بینندگان عزیز ما در اکثر رسیدیم. اگر بخوایم که باید کم تر سواری کنیم سری سیاحت کنیم از حدود همین ایستگاه بیرون نمیبریم. از حدود ایستگاه بیرون که برآمدی به پول دوم بار دیگه سواری کردن نمیتونید. ما این حال از حدود ایستگاه بیرون میبریم. بیرون برآمدیم. اگر خواهش داشته باشی که دوم بار وارد بشوی پول پرداخت کرده بعد میداریم. راه کشوده میشود وارد ایستگاه میشوید. در هر یک ایستگاه یک نفر نظارتچی قرار دارد و نظارت میکنه که مردم تا پول رو پرداخت کنند بعد وارد ایستگاه بشوند. اگر نظارتچی نباشد یک نفر پرداخت میکند 5 نفر دیگر از خفا تله کرده بی پول میدارویند. نه فوتو. Sultanahmet Rumar. بینندگان عزیز اکنون رسیدیم به ایستگاه سلطان احمد. در آمدن با پول است و برآمدن بی پول. نخست از مسجد سلطان احمد دیدن کردیم.
مسجد سلطان احمد در مرکز شهر استانبول قامت افروخته است و هر یک سیاحی که مثل من تشریف میارد اول از اونجا دیدن میکنند. تماشابینان عزیز، برای وارد شدن به مسجد همین مثل من همین خیلی در نوبت میستیم. کاری چند و در آترش که در این تفتا سوخته مخی. وقتی که داخل مسجد میشوید توفلا رو در داخل همین خلطه سلوفانی میاندازیم و بعد وارد مسجد میشویم. سیاحان از تمام گوشه و کنار دنیا برای دیدن این مسجد میآیند. ساختمان این مسجد سال 1606 آغاز یافت و سال 1616 یک سال پیش از مردن سلطان احمد به استفاده داده شد. مسجد سلطان احمد را مسجد کبود هم میگویند. برای چی این مسجد را مسجد کبود میگویند؟ به خاطر که سقف داخلی بنا از سنگ مرمر کبود آرا داده شده است. بعد به اتمام رسیدن مسجد کبود سلطان احمد امر داد که کارخانه سنگ مرمر براری را از فعالیت باز داشت، به خاطر که همین سنگ مرمر کبود را در دیگر جاها استفاده نبرد. میگویند که شنیدن کی بود مانند دیدن. آمدم و دیدم و راحت کردیم. نگفته نماند که از تمام گوشه و کنار روی دنیا سیاحان آمدن مسجد را میبینند و از زیبایی های این مسجد حلاوت میبرند. در مسجد کبود عموما در مکانهای شهر استانبول گروه سیاحان را دیدن ممکن است که سیر و تماشا میکنند و راهبلدانی دارند که آنها را با زبانهای خودشان درباره مکانهای شهر استانبول معلومات میدهند. باز ما میریم بی پول معلومات گوش میکنیم، بی پول. معلوماتی بی پول هم El pueblo tenía ya dos opciones. سیاحان با ما گفتن که نوارگری ممکن نیست، یعنی که ممنوع. ما اینقدر گپ زدیم اونا زبان ما را نفهمیدن و ما زبان اونا را نفهمیدیم. کم تر پس فهمیدن که ما از تاجیکستان، بعد آرام شیدن گفتیم گپ نیست. بسیار سخنان خوب گفتن که یگان چی نفهمیدیم دیگر زبان میکوبیم. گفتیم بینندگان عزیز کنی گروه رو گوش کنیم که ببینیم زبانش فهمو است یا نه. Están ahora en la plaza de San Marco, en Venecia. Esos caballos famosos saqueados hace 800 años de aquí, durante la Cuarta Cruzada. El duque de Venecia, Enrique Dandolo, dirigió la Cuarta Cruzada. En aquella época no habían turcos aquí, era contra los griegos que viven. Toman la ciudad 60 años. ایش با فکر ما پرتغال ابداشتن. Armageddon, maybe you remember Bruce Willis. He was trying to save the mosque, and Muslims they were bringing courtyard of the mosque. This mosque was right here. Press this or something. بینندگان عزیز یگان زبانی فهمان نیفتیم. باید چی کرد؟ زبان رو مختندر کن. تمام زبان ها را بدانی خار نمیشه. لیکن ما کوشش میکنیم که زبان ها را بآموزیم. بینندگان عزیز یک گروهی را یافتیم.
ببینید چی میفهمیم با فکرم که میفهمم نه یک کلمه شو فهمیدم نیها گفت تشریف نیها بینندگان از اینجا باز معلومات بپول کبرم می زبانی میفهمیم یا نه بینندگان عزیز این زبان اسپانی است اسپانی ما زبان اسپانی را نمیدانیم حالا یک گروهی را پیدا کردم که با فکر زبانش 100% میدانم Take off your shoes, put a plastic package, carry it together with you. Please carry it together with you, otherwise you can't find your shoes back, okay? Especially Skechers and the Nike, okay? Alright? فوتو Huh? فوتو ها No, I don't. این رو بلدش بسیار گیزله بد گفت همون نواری که حوزی گرفته حوزی در پیش ما تازه کرد عصب ما ویران کرد افسوس که زبانش نمیدونستم اگه نه در بین مردم شرمنده دو دنیاش میکردم در روبروی مسجد سلطان احمد استخوان بسیار با حشمت با نام آیا صوفیا قرار دارد که عین حال از اونجا دیدن میکنیم استخوان آیا صوفیا رو نخست برای کلیسا بنیاد کردند بعدا سال 1453 پس از ضبط کردن دولت عثمانی آن را به مسجد تبدیل دادند سال 1953 باشد آن را استخوانه کردند و تا حال استخوانه باقی مانده است تاجیک هستم پس ایرانی هستی؟ بله بیترین سلامت باشین قربانت بسیار رحمت و ما بسیار دوست می‌داریم بینندگان عزیز برای وارد شدن به آثارخانه آیا صوفیا اینقدر مردم زیاد در نوبت هستند وقتی ما کم است ما از دیگر جا دیدن میکنیم و ما خواستیم که از داخل آثارخانه دیدن بکنیم ولی با ما گفتن که در داخل نوارگیری ممنوع است و ما نخواستیم که تماشابین عزیز به شما از داخل آثارخانه دیدن بکنیم به همین خاطر ندار آمدیم گونایدن این کلمه به زبان تاجیکی روز بخیر می باشد اکشملر این کلمه به زبان تاجیکی شام بخیر می باشد کدامی که برنامه ما رو روزانه تماشا میکند به همه شما گونایدن کدامی که شام تماشا میکند به همه شما اکشملر در مرکز شهر استانبول یک شهرک خورده به مانند شهر ونیزیا ایتالیا ساختن که حالا بسیار تعریفش کرده اینک رسیدیم به شهر زیبای ونیزیا بینندگان عزیز بسیار جای تازه با دوای فورم از تمام گوشه و کنار دنیا سیاحان آمده تماشا دارند و حلاوت برده ایستادند از آن جمله سیاح از تاجیکستان تشریف خلیلوف به اینجا قدم رنج کرده است که اینا همش مرا میشناسند نگی اهمیت نمیتن از برای که همه پای کار و بار تماشا خلاصه که در مرکز شهر استانبول یک گوشه ایتالیا را ساختن که بسیار عجایبات است خلاص در شهرک زیبای ونیزیا مرکزهای سودای کلان مغازه ها و آشخانه های با نفوذ را دیدن ممکن است که بسیار
جای برهوا و زیبا و تماشابا. بینندگان عزیز، نرخ نوای شهرک ونیزیا بینهایت قیمت. اینجا برای آدمای پولداره، برای ما نه. ما اینجا رفتیم. برای درگیری شهر ونیزیا دور زدن با قایق مردم در نوبت میستن. از آن جمله ما هم در نوبت هستیم. لیکن خدا میدونه نوبت ما کی میرسه. سوختیم. درو سوار شدن، درو ما وقت نداریم. گلخمار. بینندگان عزیز، یک دور زدن 10 دقیقه بود است. این قدر آدما در نوبت انتظار. ممکن که ما یک 3 ساعت هم انتظار بکشیم. ما مایده بازی نمیکنیم، میریم در اون کشتی‌های کلانش سوار میشیم. میرم. مرحبا، جای ما شما. مرحبا. اگر رسیدیم به نزد ایستگاه کشتی‌های کلان، چه خیلی که گفته بودیم ما مایده بازی نمی‌کنیم. رفتیم با همون کارت که با تراموای اتوبوس سوار شدیم، وارد شدیم، میتونه که در ایستگاه کشتی‌های کلان هم وارد شویم. این کار رو همین خیلی میگذاریم، راک شده میشود میگذاریم. اکنون ما با این کشتی سیاه‌شانه از شهر استانبول به کلانترین جزیره شهر استانبول با نام بیوکا روانه میشویم. میگه که از شهر استانبول تا جزیره بیوکا در 2.5 ساعت راه است. استانبول از 4 جزیره دیگر عبارت است. جزیره های خرد هستند که در مابین بحر قرار دارند. مردم در اونجا کار، زندگی و فعالیت میکنند. درآمد اساسی آن ساکنان جزیره از حساب سیاحان میباشند. در این 4 جزیره آشخانه و میمانخانه ها ساخته شدند که سیاحان آمده استراحت میکنن در باد هوای تازه و با کیسه خالی از اینجا به خانه‌شون برمیگردند. و ما هم با کیسه خالی در آمدیم و از اونجا با کیسه پول بر آمدیم. شوخی. بسیار فکر کردیم که در این برنامه به دولت‌های آسیا یا که اروپا سفر نماییم، اما بعدم به یک خلاصه اومدیم که به شهر سفر کنیم که هم در قطعه آسیا قرار دارد و هم در قطعه اروپا. این هم باشد استانبول. این حال ما در قبض دوم کشتی قرار داریم. راه ما خیلی دور و دراز است. برای بلودروی شما بینندگان عزیز یک لطیفه بجای دارم، امروز برای شما گپ میزنیم. افندی قطیب بچهش بالای کوه زمزنی میرم، بعد میرم 1 ساعت 2 ساعت کار میکنم، 20 که مونده میشم. بعد بچه‌ش میگه افندی که بیا بریم یک پیاله چای بنوشیم، با پای کار میشیم. بعد خلاص گپ چای نوشیده. بعد بچه افندی طرف پدرش میگه اوتا یک سوال بده مالش. میگه افندی میگه بچه جون 10 سوال بده. چی میگه؟ بعد بچه افندی میگه که راسته که میگن که شاید چشمای خر روشن میشه و رنگ فنریک بوری میتوا
همین خره چشمش شاید رنگی فنری بری روشن میتو همین واسطه بعد افندی میخنده میگه ای بچه جون این دروغه اگر که شاید چشم خرنگی فنریک بتوه قشلوک خیم رنگ لس آنجلس میشوه تماشاگران عزیز مسافران به آن جزیره ها بسیار سفر میکنند. انا آن از جزیره بیوکاده و ما به آن نزدیک شده ایستاده ایم. بینندگان عزیز ما رسیدیم به جزیره بیوکاده. از استانبول تا بیوکاده طریق کشتی از 2 ساعت زیادتر ما در راه بودیم. السلام علیکم. How much? Thank you very much. السلام علیکم. بونه قدر؟ پیشم؟ قیمت در تاجیکستان با 1 سومانی 1 جیگوری میگیری. 1 جیگوری در اینجا قیب 1 جیگوری با 10 سومانی مو برابره. یک کریم سوما حالا یک آبی خنک 3 سومانی تاجیکی. خیلی تاجیکستان تاجیک. السلام علیکم بینندگان عزیز. شما از کجا؟ برادر عزیزم از سمرقند. دولت با ما دوست و برادر از ازبکستان. سلامت باشین. از دم برادر ترک سلام رسانیم. بگه که مرحمت به تاجیکستان بیان. تاجیکستان هم مردم مهمان نواز هستن. تاجیکستان I'm from Turkmenistan. ترکمنستان سلام باشه. خای میکنه. علیکم السلام. شما ایرانی هستی؟ خوب هستی؟ سلامت خوب است؟ جان جون است. سلامت باشید. ایوالله سلامت. آباد باشید. سلامت باشید. بینندگان عزیز در جزیره بیوکاده عموما نقلیات وجود ندارد. اگر خواهید که شهر رو تماشا کنید جزیره رو الان دوچرخه ها رو کرایه میگیرید و تماشا میکنید. دوچرخه ها و اسب ها با عربه هایشان. به خاطر که باد هوا تازه و گوارا بیماند عموما نقلیات هایی که با سوزشواری حرکت میکنند در جزیره های استانبول استفاده برده نمیشد بجز ماموران پلیس و کارمندانی که تازگی جزیره رو برداشت دارند. کراسه نکدر ساعتی هم به اشترابه. اشترابه. همین دوچرخه رو در 1 ساعت کرایه میگیری با پول ترکی 15 لیر بوده است. لیکن میگیریم دوچرخه خودی سواری میکنیم. فارسی. السلام علیکم برادر مسجد. سلام علیکم حاجی. سلام علیکم. بگو تاجیکستان زنده باد. تاجیکستان زنده باد. آباد باشید. سلامت باشید. دوچرخه رو گرفتیم اکنون با واسطه همین دوچرخه جزیره بیوکاده رو تماشا میکنیم. اینجا بلندی به دست ما حرکت نتونستیم مجبوریم که یگان جای هموار بریم بعد دوچرخه رای کنیم. برای چیکار کردن در کار ورزش. شهر استانبول و جزیره هایش عموما زمین هموار ندارد. قریب تمام بیناهایش در بالاهای تپه های پست و بلند بنیاد کرده شده است. اسب گذشت. ما باید اسب قطعه رو باش بگذاریم. گفتم که قهرمانی نشان بدم اسب بگذارم.
نه که در زمین های پست و بلند شهر استانبول خریب که جانو میبرم. یا بچه بس تو بالا را برن، تو بالا را. در جزیره ها دوچرخه ها رو که کیراکی گرفتید آن را مجبور پای پیاده با بالا میکشونید، بعد از بالا سوار شده با پایان میفرمایید. هی راحت بود از راحت. میستر خلاص تشکر. تشکر زیاد، تشکر زیاد، تشکر زیاد. صاحب امی یخموس گفتم که امی یخموس با من بفروش، گفت که یخموس برای کودکان نیست، نصیب باشه کمتر کلام بشم هم یخموس هم میخریم. خوب تماشاگران عزیز، در ترکیه به نهایت پیشک‌ها رو دیدن ممکن است. بعد مردم هم همین دولت ترکیه را، من شهر استانبول شهر پیشک‌ها میگویم، به نهایت بسیار است. یکی راحت داره در جزیره بیوک‌ادا. بینندگان عزیز، الان طرف دریا، الان طرف دریا استانبول است. ما از طرف جزیره بیوک‌ادا. بسیار باد هوای فورم. از شهر استانبول به جزیره بیوک‌ادا راه ماشینگر عموما وجود ندارد. خورد و خوراک ها را تنها با واسطه علمی کشتی ها به جزیره میارند. در جزیره بیوک‌ادا به نهایت آشخانه ها زیاد هستند. پیش خدمت ها دعوت میکنید مرامت بیاد آش خورید. اگر معقول نشید پولش را ندید، نه که بعدی خوردن مجبوری میگیرن. در همین خزینه دوربین 1 لیر میپرتوی بود. انا با همین دوربین تمام شهر استانبول از نزدیک تماشا میکنیم. حالا از ما 1 لیر میپرتویم تماشا میکنیم. این قدر زیبا بینندگان ندید. در روزی ما همین دوربین ویران بوده است. 1 لیر گرفته گورواری توری کرد. یا بینندگان عزیز، در اینجا نوشتگی است که 1 لیریگه با میپرته، یعنی که 2 لیر میپرته بعد دوربین به کار میدارد. اینا که ما 2 لیر هم پرتفتیم. انا عالم گلستان، انا حتی دلفینا را میبینی خیلی در درون آب شنا میکنن. انا ببین شهر استانبول با تازگی از نزدیک میبینی. حتی میتونه که با دستت انا امارات ها را میخپی. حالا دیدید بینندگان عزیز، گفتیم که طریق کشتی ها فقط خوراکا و آب نوشاکی میارن. حالا خیلی نوشاکی را پچکه سیاحان می نوشند، باز میارند. نه که مثل تاجیکستانی ما سر آب نیست. آب ما را میزنی راحت میکنی. تاجیکستان بهترین. این ملکه آبی در لب بحر در جزیره بیوک‌ادا میگردید تا قیس داده.
بیام میبرم تاجیکستان در دریا نورک میپرتم یا دفتا پس میگیرند بریا رو نکنند مزه کردن میخورند. جزیره بیوکا در سیاحان اومد مردم تنها به خاطر یک دیدن جزیره بعدا اساسا به خاطر آببازی میآیند. در پشت من تمام زن و مرد همه یک جای آببازی میکنند. بعد به برادر گفتم که اینجا جای ما نیست ما اینجا میرویم. حتی شرم میدانم که طرف قفا نگاه بکنم. او طرف جای ما نیست. تو سرف نازی محرم نازی هی سنم تاجیکستان زنده باد. طرف تاجیکستان بیشتاسا میریم. کو بگو که اکا تشریف خوش آمدید. با آمد قلعه اختار جونمرد میشه ختم میکشی. بیا بیا دسته بیار. سلامت باش اکا. با اکا نتری 20 قینر بس جور از هیچ چیز نترس. دلم 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 بابت ما علم بگذارین ما فلک حال بود نکرده. بگذارین شمپونی نجات بروی موی سر جایی بود. یا رنگ ما به حال در تاجیکستان زنده باد. مردم ترک به نهایت خوراک‌های با لذت آماده میکنند. برای آموختن بعضی سیر و اسرار خوراک‌های ترکی ما از یک آشخانه دیدن کردیم. ابی عمر مهربان نسسنز. ما از تاجیکستان بسیار خوشحال هستم که دیدار شما را دیدیم. خب بینندگان عزیز ما همراه انا عمر ابی برای شما پیتزای ترکی آماده میکنیم. خیلی که گفتیم فقط تماشا کنید حلاوت برید. اول ما دستای ما رو میشیم. برادر عزیز ابی عمر ما از کدام کار آغاز میکنیم؟ Nasıl başlayacağız? Başlayayım mı pizzayı açmaya? اوکی؟ Okey. بینندگان عزیز بعد این پیتزا پزی در خانه با فکر که همه کار خانه ما نصیب باشه با دوش میگیریم. ده ابی عمر چه کار مساز؟ اوکی؟ ها؟ Okey. یس. یکی آفرین بزن ها و من آفرین بزن های توچه که اینقدر کاری دشوار رو بر دوش دارن. اکا ما کم کم یاردم بده که وضعیت بیزیم. هیچ تنوک نمیشه اکا ما. بینندگان عزیز برای آماده کردن پیتزا اول خمیر رو تنوک میکنیم. بعد از آن در بالای خمیر سس تماتی رو ما میشکیم. بعد از آن پنیر ترکی رو ما میخیل آماده کرده در بالای پیتزا میمونیم. بعد از آن کمتر چسناک آبی رو ما آماده میکنیم. چسناک آبی. بعد از آن Ceviz. جویز چهارمغز تاجیکی. چهارمغز از تاجیکستان. این گیاه مثل پودینه تاجیکی است. بینندگان عزیز پیتزای ما آماده شد. اکنون وقتی بطنا رو انداختن علمی پیتزا است. وقتی تیار شویش برامد علمی با کجبری رو ما میگیریم. ای خوردن پیتزا آماده کرده من سیر نمیشه. بعد از 10 دقیقه
پیتزای ما آماده میشه برای خوردن. بهترین مالدون توست. مالدون Parmesan. ابی عمر تشکر ادیلم Afiyet olsun. الینیزا ساولک. بینندگان عزیز پیتزا ما آماده شد. با فکر مثل پیتزا ما در تمام روی دنیا پیتزا بامزه نیست. بهترین خب بینندگان عزیز خوراک نوبتی ما که آقای ابی عمر آماده میکند با نام نبلی ترکی است که بسیار مشتری امیر را انتخاب میکنند. برای ابی عمر فقط تماشا کنید که ببینید چه خیلی با آتش خوراک را تیار میکنند. نگاه کنید چه خیلی آتش از درون همین خوراک میشه. خوراک دوم هم آماده شد. برنامه خب بینندگان عزیز امروز ابی عمر ما نیم ساعت جان کردیم. اینقدر علاوه بازی کردیم خوراک تیار شد نه فهمیدیم که مکرون پلو بوده است. ما بسیار شاد هستیم از مهمان نوازی شما و با برادر اینطور بگوید که ما مردم تاجیک هم مهمان نواز هستیم. انا ما دعوت میکنیم شما رو به تاجیکستان و شما هم بیاید ببینید تاجیکستان بیشتر ما جای تاریخی دارد، بسیار منظرهای زیبا دارد. از تماشای تاجیکستان حلاوت ببرید. ما شما رو انتظار هستیم. تاجیکستان زنده باد. سلامت باشید. خب برای کار من خب بخشش قریب فراموش کردیم شبکه اکا ابیرا شبکه را قریب فراموش کردیم. سلامت باشین برای کار. خب در استانبول یک مناره بلند با نام مناره گلتا موجود است که سیاحان با آن بلندی برآمده با پررنگی شهر استانبول رو تماشا میکنند و ما هم با آن بلندی برآمدیم. انا همان مناره بلنده که میبینید نامش گلتا است. ما باید طریق خریطه تلفن به نزد همون مناره برویم. با این درون دریا رفتن بسیار آسان است لیکن میترسیم در درون اگر کیت پیت نباشه که در بلا بمانیم. اوه سگا روی همین مناره گلتا در کجا باشه؟ مناره گلتا یا شکم باشون سر جواب نمیتنه. سیاحان برای برآمدن به مناره قطارک در نوبت میستند. ما قریب 40 دقیقه دیگه در نوبت هستیم برای برآمدن به مناره گلتا. نو رسیدیم در
جای چیپتا فروشی. ما از اینجا چیپتا با دست میاریم. یک چیپتا 35 لیر، 35 لیر با پول سومانی 60 سومان میشود. 35 لیر. در این مناره دو لیفت زمانوی ساختن که تمام سیاحان میتونن که با طریق لیفت با بالای مناره برآیند. طریق لیفت تا آشانه پنجم را آمدیم و با بالای مناره را ما پیاده میبریم. پیاده اینک ما بر آمدیم با قله بلند مناره گلتا. قدیمترین یادگاری‌های شهر استانبول به شمار می رود. بلندی از 61 متر است، در اصل 14 ساخته شده است. از این بالای مناره گلتا تمام زیبایی‌های شهر استانبول را دیدن ممکن است. سیاحان با این بلندی برآمده تماشا میکنند، حلاوت ببرند، رسم میگیرند، شادی میکنند، خرسندی میکنند. یک چیز رو باید قید کنم که تمام چردک‌های شهر استانبول رنگش سرخ رنگ است. یک نظر کنید. خوب وقتی که مناره گلتا بلندیش میبرای، وقتی که بر اومدی میفورد که یک فلک دشتی بخوانی. از یک فلک دشتی میخوانم تمام مردم استانبول بیدار میکنم. جان جانه رفتم سر این اورنگه در فصل بهار. مامم رفتم سر این اورنگه در فصل بهار. بگذارین ما فلک حال بود نکرده. بگذارین جان چون در کف دستی خود ببینم پاروار. یه نظاره کنم به هر چی تابد به نظر، از حضرت امام میداره تا سیغار. خلاص مردم با بالای مناره برآمده شهر استانبول رو با پرگی تماشا میکنن. در آن بلندی آشخانه است که نرخ خوراکش آسمانی. کسی که پول داشته باشه 6 تا خوراک میخورد. کسی که مثل ما پول نداره او استکک خمیده اشتک کشیده از پس کار میشود. بینندگان عزیز، خوشبختانه ما در شهر استانبول پرچم تاجیکستان رو رفتیم. مرحمت ببینید در بالا اویزان است. زنده باد ای وطن تاجیکستانی آزادی من. سمید دبیا بچه، سمید دبیا بچه. سمید مثل بولاشکه گردک است که در بالا همین بولاشکه انا کنجید پوشیدگی است که بسیار انا مردم ترک این انا سمید رو دوست می‌دارند و خوراک عنعنوی مردم ترک است. به خاطر این سمید در خد کوچه مجسمه سمید فروش رو گذاشتند. ولی افسوس که این انا سمید آهنی هستن، اگر میچشیدیم مزه‌اش رو برای شما گپ می‌زدیم. و انا از ما رفته از خد کوچه انا می سمید رو می‌خریم و طعمش رو میچشیم و برای شما گپ می‌زنیم که چی نمود مزه دارد. سمید رو اساساً در خد کوچه می‌فروشند. سمید دبیا بچه. انا ببینید یک سمید فروش، این طرف در دو سمید فروش، اینا با سه سمید فروش. خلاص در تمام کوچه های شهر استانبول سمید فروش ها به نهایت بسیار هستند. باز همین بابام یک سمید میخریم مزه‌ش هم میچسیم مثل همون هیکل بابام. سلام علیکم. السلام علیکم. شانس ما سمید. سمید نکدر. تشکر. باز این مزه سمید هم میچشه، مزه سمید ترکی را.
سیمیت ترکی هم چشیده مثل بلوشکای تاجیکی اکو قبامزه نیست که گویا که خوردن سر نکنی همین ده گاز نگیری دیگه بس بکنی جانه سرپرستی کوه برنامه ما رزینای نکسن اکومولاتی رو بر سر جان یاری باید قد کرد که در کوچه های زمانوی شهر استانبول چونین قلعه های تاریخی بینهایت بسیار هستند که در پهلوی بینای زیبا در پهلوی بینای زمانوی چونین قلعه ها هستند که به حسن شهر با رنگ دیگر میبخشند اینها یادگاری های تاریخی هستند و اینها را همیشه حفظ میکنند اینقدر دیوارهای فرسوده قلعه های فرسوده را بینهایت بسیار میبینید در پهلوی بیناهای زیبا کلانترین بازار ترکیه گران بازار می باشد و ما خواستیم از آنجا دیدن میکنیم. اینک رسیدیم به کلانترین بازار شهر استانبول با نام گران بازار. امروز گران بازار محکمه کو این بازار در طرفا محکم کرده این پرزیدنت در کار که بازار کیف شده میکنه. ابی سلام علیکم. این بازار نه زمان açacak؟ در روز پنجشنبه که شده میشه. روز پنجشنبه بازار گراند بازار محکم بود در نصیب نبود است بریم یک پیاله چای می‌نوشیم بعد از دیگر جا دیدن میکنیم. رفتیم. حالا در شهر استانبول مردم تاجیکستان هم بسیار هستند. در هر گوشه و کنارش کار میکنن در بازار و در آشخانه و در چایخانه ها از آن جمله در این آشخانه یک چند ولی تاجیکا کار میکنن فعالیت میکنن هم زبان ترکی هم زبان انگلیسی نمیدونن. سلام علیکم برادر عزیزم. نام شما چی بود؟ فریدون برادر عزیزم. این برادر عزیزم سلیم برادر عزیز از تاجیکستان کار میکنن. مدتی چند سال کار میکنن؟ یک سال میشه که در شهر استانبول در همین آشخانه کار میکنن. با یک چای بیاره چای آورده نه سلامت باشید در کار نیست کار میکنن زندگی میکنن ما بسیار خرسند بشیم هموطنا را بیرون از تاجیکستان میبینیم بسیار شاد میشیم اینا چای ترکی تمام مردم ترک بسیار چای دوست میدادن در تمام کوچه هاش میبینی که زیایا اومد پیر جوانو همه چای ترکی مینوشن نگی در اصل بسیار چای خوردنی بابا میفرات همین چای نوشیدن بگیرید شعر بسیار تلخ مدت چند سال در استانبول؟ 3 سال در همه آشخانه کار میکنه؟ نه اومده زبان آموخته نه؟ اینه بهترین میبینیم خرسند میشیم تاجیکای خودمون در استانبول کار میکنن دیگه تشویش نمیکشیم زبانی ترکی را هر جایی که بریم زبانی تاجیک خطی سلام علیکم کار خوب ما طرف تیم سال آباد باشی برادر عزیزم نامش کامران شما چند سال استانبول 6 ماه سلامت باشی اینا کامران جان هم زبان ترکی را آموخته گشتیم زبان ترکی میدونن ای آباد باشی با زبان ترکی کو بگو که اکا تشریف خوش آمدی به استانبول buyurun abi bu mamlakette Türkiye'de hoş geldin. گپ نیست چی میخوره دیگه برادر عزیزم اکا کامران آباد باشی سلام چند کسی جا کار میکنی آشخانه ده 4 نفر نه یک 3-4 کسی گپ بیا نصیب باشه آشخانه را تاجیکی میکنیم همش تاجیک است آباد باشی اکا در خدمت 100% بله کامران جان رحمت خدا دیدی این خوشبختیه تاجیکای ما بیرون تاجیکستان فقط فعالیت نگه در کدام گوشه دنیا نره حتما تاجیک هم میبینی هندوستان دا بودیم تاجیکا را بسیار دیدیم کار میکنن فعالیت میکنن حالا در طرف امارات متحده عرب رفتیم که به حدی بد میگو تاجیکستان از آن جمله استانبول ترکیه هم تاجیکا بسیار
شما چای در بیار بچه. حالا ما از این طرف دریا و اون طرف دریا زیر همین برخطی طریق مترو میگذاریم. زوره عجایب بود. برادر اینجا رسم گیره رسم میگیره در یک لحظه با ما اسبابکش میبره را میتن. سلام علیکم اکا. علیکم سلام. یک ترسم بگیریم یا رسم بگیریم. تمام آبی چگل ما بعد اینا اینجا نوبت دم میستیم بوزی اکا. حالا یک رسم 5 لیر با پول ما قریب 10 تومان میشه. اینا اسبابک ابی اینا با می اسبابکش خورنا در ماشین همه چی را گرفته است. حسابی کی؟ حسابی سیاها، حسابی ما. ابی دیر کردیم آخه. ابی دیر کردیم آخه. ابی را اخیر اپارات اسبابکش میش کردیم ده. ابی. اینده کی بخداد؟ کباب کردین یک ابی بخداد. سراسیمه مو. دنبالم بخون. ابی خیلی بستیم. نشما ابی نشما رفتیم. بیو بگی تز خیل کو یک تمام بیو آمد گرده هم علا رسمان برامد انا ابی چقدر ابی؟ چند؟ خوندرم چند سمت؟ این ابی ما را فان کرد گفت 5 تومان و 10 میگه یک صورت قریب 20 تومانی تاجیکی. در مابین بحر یک جزیره‌چه است که در بالای جزیره‌چه یک قلعه با نام قلعه دختران است که از عصر 14 باقی مانده است. راستی گپ با پیشو قلعه‌چه دختران طریق نمی کشتی میروید. با پول سامان 60 تومان ندهد بعد با اون جزیره‌چه را میروید. در جزیره‌چه اگان جای عجایبات ندارند مثل مناله غلطه یک میروید از اون بلدی تماشا میکنید با برمیگردید. یک پیاله چای در اون جزیره‌چه با پول کنیم 20 تومان نشود. راستی گپ ما رفتنی بدیم نگه قلعه دخترانه. ما با دخترها چیکار داریم؟ ما میریم یگان قلعه مردکیش هم میابیم. اون برادرم که 60 تومان با پول سامانی ما نداشت یعنی که 35 40 لیر نداشت طریق آبازی میرفت پیش قلعه دختران. این خراب که زورش نرسید با گشت آمد. آبازی کار آسان نیست، کار مشکله. با اومد قلعه دختران جونمرگ میشه ختم میکشی. بیا دست بیار. اگر اصلا ایام نتاب این همین با قلعه دختران گذشتنی بود. دست بیار. مونده شید
نگو که یاری تجلیل گپ بزنیم بیا بگیرش که بسیار وضعیتش بزیر شید. هی! در دنیا از همه اکومولاتور بهترین کدام اما اکومولاتور است؟ اکومولاتور برش راننده های تاجیکستان هر جا نگرده سرسون اکومولاتور برس از همه رایوسون به همه رانندگان خانمان و آقایان حالا من از ترکیه دارم پیغام اعلان کلید را میدهی تاب در میگیرد به عذاب اکومولاتور برس از هیچ چیز نمیترسه در ترکیه دوستان برسای پیش سفیدستان ماشین به جلوزیما در یک لحظه میرسه برس و قینه رو بسته راحت جانی ماشین برس و قینه رو بسته بهترین به هر جای داره سفرتان بی خطر با اکومولاتور قینه وسته برس جوره از هیچ چیز نترس. قلعه دختران یک از مکانهای تاریخی شهر استانبول به شمار می رود. با اونجا هم سیاحان بسیار می روند. ولی ما با یک میدان رفتیم که در آنجا بسیار سیاحان زیاد بود. آن میدان تقسیم نام داشت. میدان تقسیم پر از سیاحان دنیا و مردم مقیم ترکیه. در اینجا در مرکز میدان مجسمه داهی ترکیه اتاتورک و انقلابچیانش بنیاد کرده شده است. سال 1928 مجسمه مشهور شهر به افتخار 5 سالگی تأسیس یابی جمهوری ترکیه ساخته شده است. بلندیش 11 متر است. اگر اگه معلومات زیادتر بخواهید درباره همین مجسمه و میدان تقسیم همین کتاب رو میخونید و معلومات زیاد میگیرید. اگر خواهش داشته بود که معلومات زیادتر میگیرید اگر همین کتاب یک ورق میزنید با معلومات بیشتر میگیرید. نه که تو حاضر تا همین وقت یگان انسان این کتاب ورق زده نیست. نه که ما ورق میزنیم. زلمین انیتی تقسیم سلام علیکم. یه بونه کدر چهارمغز بونه کدر 150 گرمش 15 لیر با پول ترکی. یه مثل چهارمغز تاجیکی است که در آتش سوخته شده. کلی مزهش نمیدونیم مزهش چی نموده. تشکرler. مزهش هم بد نه. مزهش همین رنگ چهارمغز بریان کرده شده. یا که طعم خوب داره. در میدان تقسیم مردم همین کفتر را بسیار بد گندم دادن. زیادی دادن. با پیش کفتر همین فکشخ نظرش نمیگیرد. نمیپره. نمیگریزه. این روی. در نزد میدان تقسیم یک کوچه است که درازیش 1 کیلومتر را تشکیل میدهد که 24 ساعت انمی خیلی پر از آدم است.
یخماس ترکی در تمام دنیا مشهور است و یخماس فروش هم قطعی مشتری بسیار بازی ها نشان میدن. باز میره و میبینید. ماشاءالله 15 دقیقه ماشاءالله بچه های ترک بسیار شوخنده شوخ آها شوخ آها آفرین ولی ما هنر داریم ولی ما سلامت باشی سلامت باشی گب نیست بود اکثرش بود نه آفرین Thank you. 20. Mama. Jazir کرد با بودن 1 lira. یک تگه آخه زدی برام حالت مراجیم غلطی یک تگه مراجیم چه بخدا یخماس فروش گفت که پول یخماس غلطاندگی تپته گفتم ببخش یکا او را بنام اوهانی دست زدی خیلی گپ بدیم خلاص گپ ندادیم بعد با یک یخماس بی پول داد نگه در تنظیم برنامه دیدیم که او بیچاره با اوهانش نه خودم غلطانده بود دستم هیچ گپ نه یک یخماس 5 تومانه را 45 تومان میفروشه پول چند یخماس گرفتگی ای زد به آهانش مراجنی غلطید یخماس غلطید یک تگه مراجنی بیا سلامت باش یکا بگی یکا بگی بگی تمام Okay, bye bye. Okay, gabne. No. Şakır. در کوچه استقلال گروه سرانده ها سرود میخوانند مردم حلاوت میبرند و به قدر امکان یگان مبلغ میتیند در میدان تقسیم تمام ستاره‌های روی دنیا رو دیدن ممکن است از آن جمله مسی، کریستیانو رونالدو، لیوناردو دیکاپریو، بروس ویلیس. حاضر می‌بینیم قیچان صحبت می‌کنیم رسم می‌گیم رسم خاطره‌ای رفتیم. Kapatabilirsiniz resepsiyonu. Peki. Thank you. سلام علیکم بانوی زیبا هنرمند خوش‌آواز نیسی
ما از تاجیکستان اومدیم خدمت شما یک رسم خاطره‌ای میگیریم اگر اجازت باشه. نه خانم بسیار قشنگ زیبا. لیوناردو دیکابریو هنرمندی که مشهور روی دنیا، اما مردک در کینای تیتانیک در بحر غرق شده، امروز در میدان تقسیم در کوچه استقلال. لیوناردو دیکابریو یا رسم بگیریم. چه خیلی برادر عزیز دیکابریو رفتیم. هنه کل تماشابینان عزیز از اینجا ما چیپته به دست میاریم. حالا با پول سامانی ما 160 سامانی بعد وارد میشیم. حالا داخل تالار که تمام ستاره های جهان در اونجا هستند. این 4 نمود لیوناردو دیکابریو خطیب بروس ویلیس برای رکلام بود. اکنون ما انتظار لیفت میشه. لیفت که آمد میبریم بالا. خانم شما بگذارید. ما مردم تاجیک همیشه حرمت عزت میکنیم. یوتیوب در کانال یوتیوب اسد فیلم ابونه شوید و میتونید در گرد نوار نمیدونم زنگولای لایک چیزی باشه نباشه همه اون را زیر کنید. برنامه‌های جالب و دقت جلب کننده رو تماشا کنید. یوتیوب یک ساعت در داخل لیفت گفتیم که آشیانه 70 منبر آمده. یک در لیفت کشاده شدیم میبینیم که هولم در آشیانه یکمیم. بو همونجا حالا کنون جای شوقا ورش میبینیم و حلوات میبریم و میترسیم. اولا ما را در این تراموایچه سوار بکنن، رسم خاطره‌ای میگیرن. Hello, brother. 3, 2, 1. 1, 2, 3. The camera بقى الكاميرا ده بقى على الكاميرا جانا بیا جانا بیا بیا کی پزمان شدم من لا اله الا الله لا اله لا لا اله لا لا اله. این رسم مونالیزا مستر بین در کنار رسم جزیره تکو الان همون مونالیزا نشناختم. بسیار مرده که با آبرو میتوه، بسیار انسان زنده دل میتوه، چشمک میزنه. ماتماتیک مشهور دنیا، استاد مرد بزرگ برادر عزیز ما امک بچه اینشتین. این مردک خوب اینشتین. ما شما را میشناسیم، شما ما را نمیشناسیم. ما از تاجیکستان هستیم. آفرین بسیار چیزا را اختراع کرده اگه مردک بزرگ، خدمتش بسیاره. آفرین اینشتین. اولین هوانورد خانم زیبا خطی میگیم یک پرواز کنیم طرف تاجیکستان بیشتاسا میریم. این خاله گلخمارا همین خیلی میمون نوازی است. خاله گلخمارا که فقط آدم را چای میده مهمونداری میکنه که خاله گلخمارا شناختم. این خانم زیبا را راستیگه بینندگان عزیز نشناختم. این خانم زیبا را راستیگه نشناختم. نه که چهرهش بسیار خوشروه. این برادری که موی سری سفید داره این هم نشناختم. نه که اینجا بسیار شان نشناختم. اگر راستیگه بگم برادر عزیز ستاره را نمیشناسه.
خیلی هنرمند تمام دنیا میشناسن. تشریف خلیلوف. تنیسیست مشهور دنیا رقم 1 رافائل نادال از پرتغالیا. مشتزن رقم 1 دنیا محمد علی. خیلی نمیدونن این مردک در دویدن خون نداره. حسین بول خیلی ماشین مرسدس میدوه. فوتبالیست رقم 1 دنیا کریستیان رونالدو با تشریف خلیلوف. یشان فوتبالیست رقم 1 دنیا از ارژانتین مسی. سب بچه خوبای مسی چند بار دیدمش همین سلام علیک میگیره خرسند میشم. آفرین. قیمتترین بازیگر دنیا که هر یک بازی در میغلطه یک جوش میشکنه. نیمار فوتبالیست رقم 1 ترکیه اردا تورا به خاطر که خطی مسی در یک کمانده بازی کرده گیه. اگر خطا نکنم میخائیل شوماخر فرمولا 1 که بسیار بسیار تیز های میکنه. شوماخر استاد پنجی انایف مایکل جکسون. هنرمند مردمی جمهوری ترکیه یکی از شاگردای استاد هنرمند مردمی عبدالله نظری. تو صرف نازی محرم نازی ای سنم. اینا همه شاگردای من انسامبلی تشریف خلیل. تو صرف نازی محرم نازی ای سنم. راستی گپ همین اماکی من نشناختم. موش سر جنگیله خواب داره غمش نمیتیم. میریم. بیبی 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 هی جاستن بیبر. هم مردک سر پولیش کرده بیاد تاجیکستان ما خیلی سرا را تبابت میکنیم. اکا سر پولیش ما علفای طبیقتی تبابت میکنیم. 500 گرم اصل توز خوالی که میگیری خطی 500 گرم اصل توز دنگره ارارش میکنی درم خیلی سرا میشه که 100% موی سر بدر میکنی. وین دیزل ای از فیلم های تصویری که بسیار کودکا دوست میدارن. تام کروز هنرمند مشهوری داره بود. هی جکی چان. اکی جکی چان نیها نیها. تاجیکستان بیا مردمی تاجیک شما هم بسیار تماشا میکنه دوست میداره. نیها جکی چان. شرک شتیماله فیونا کو فیونا. نگفتن امانه که در این آثارخانه تمام ستاره های روی دنیا را دیدن ممکن است. بسیار شوق آور. خواهش میکنم استادستگان جا را نرسین نقپین ستاره را جزیر نکنین. همین به مناسب آمده رفتار خوب قدی تماشا کنین. چرخان فلکه مرا هم و چرخان مردی جان وای. هنرمندی ترکی در بسیار سلسله فیلم ها نقش بازیدگی نامش نمیدارم لیکن انسانی خوب مینماید. سلام علیکم شما نازنین گلنوره در اینجا طاقه ششته اگزیق باشه بیا میبرم طرف تاجیکستان. اینجا شروع بود هواش تازه مالی خیلی دیگه مالی میرم تاجیکستان. این هم فوتبالیست رقم 1 دنیا بکخیم بسیار زور بازی میکنه. اکی بکخیم برد پیت هنرمندی مشهوری دنیا. اکی برد نمی یک تاجیکستان یک طرف ورزابت میبریم طرف هیستارت میبریم میره یک پیاله چای تاجیکی را مینوشی بسیار راحت میکنی. اکی برد اپا انجلینا جولی فهمیدیم که قطعی برد پیت زندگیت ویران شد جدا شده بسیار بسیار غمگین شدیم. خزیق نشه این دنیا با امیده با میگه یگان تگشه
صاف زیغ نشم ما همین جایم تشریف همین جایم خب قطعی اکه برد پیت یک سلفی کنه چلق پوک ای حضوری مقدمت در زندگی برهانی من چون آسمانی روشنی چون آسمانی روشنی لبخند گل در گلشنی از من جدا و با منی من دوست میدارم ترا اگر راضی باشی بیا میریم تاجیکستان در اونجا خانت میخرم باور کن بسیار انسان صمیمیم زندگی را بسیار دوست میدارم حالا اگر راضی باشی جای ما تاجیکستان هم بسیار جای بسیار خوب است مردم مهمون نواز هستیم از آسمان ستاران آفتاب میارم ای بهرنه ماینه کیتت میگیرم فقط راضی شد تمام شیرینی ما خب بینندگان عزیز ما تمام ستاره ها را دیدیم ما از اینجا میبریم سلامت باشید به شما براری کور هی حالا تماشابینان عزیز ما در میدان تقسیم در کوچه استقلال قرار داریم که هزار سیاحان از گوشه و کنار دنیا در کوچه استقلال قرار دارند اساسا میدان تقسیم سیاحان در شب میآیند ترانه‌خوانی و رقص و سرود و بازی ها همش در شب برگزار میگردد یک عجایبات است عجایبات عالم اینا مردم برادر از کرد زبان برای ترانه‌خوانی میکنند تماشابینان عزیز در اینجا گروه هنرمندان با صدای زنده ترانه میخونن مردم گیر میکنن حالا چند قدری که قدرت داشته باشه همون قدر مبلغ میتن یکی جای پول کورکنی زور بده است بهترین جا اینجا گروه برادرها با یعنی سروهای زنده میخونن ببینم اینا کی باشن یک ترانه دیگه برادر عزیز یک ترانه دیگه بله سلام علیکم خوب هستی سلام کار خوب اینا از تاجیکستان هم برادرای تاجیک هم هستند در سلام علیکم یا رنگ ما به حال در ayusugi veya selfie ne? Selfie نداری تو بی سادم و بی رنگم گل سنگم همه گردم مثل توفان بره گردم همه آهن همه دردم مثل توفان بره گردم یا قرشنگ بزنم آواز خسته نباشم طبی دا برو تا جلو ساعت 11 شد حالا بمی جایی مغازه و آشخانه ها بسیار و نرخشان در آسمان به نهایت قیمت یک مایکه قریب 150 سومانی و پول ماه اگر در ترکیه لباس رو یک لوخ بگیرید ارزان است اگر دانکی بگیرید به نهایت قیمت است دلم ما بابت ما ایل ما دلم ما بابت ما ایل ما ابلا می آید وی پلا می آید خلال جهان زنه نمانی نو می
بسال Abi program diyorum. بعد از چند لحظه کارمندان امنیت اومده تولگزنی من برده محکم کردن. پس آن در تلویزیون دیدیم که برای چپ ضرب تاجیکی نواختنش 70 تومان جریمه‌اش کردن. قریب نیم ساعت ترانه خواندیم. مردم جمع نشید. با فکرم که آواز معقول شون نشید. خیلی چیکار کنیم دیگه طرف بریم. در اینجا مرد و زن هر دوش نابینا هستند. فقط نوازش میکنن، نوازش نه. دیدم نگار خود را دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه برداشت ربابه میزده یک ترانه. ساعت 12 شب شد ما از میدان تقسیم میرویم. با امید این مردم بستیم، این مردم تا سحر در این میدان تقسیم هستند. ما رفتیم. بینندگان عزیز، شهر استانبول بسیار جایهای تاریخی و آثارخانه‌های قدیمی دارد، اما متاسفانه ما را در داخل آثارخانه‌ها نوارگیری نمانده. گفتن که برادر از که تشریف در داخل ممنوع است. به همین خاطر ما آزادتر برای شما نوارگیری کردن نتوانستیم. خب به قدر امکان خیلی نوار گرفتیم، اما خیلی که ما می‌خواستیم اما خیلی نشد. اکنون میرویم به تاجیکستان. تاجیکستان را بسیار یاد کردیم. مثل تاجیکستان ما در روی دنیا نیست. تاجیکستان زنده باد. Kasih semua, enggak cuma saya. Saya uang tu. نمایش سوم برنامه از دوری‌های دور را از شهر استانبول جمهوری ترکیه منظورتون گردانیدیم. سرپرست کل برنامه ما رزینای نیکسن و اکومولاتورهای برس و قینه رو ویسته می باشد و اینچنین شامپونی شرکت نجات و آرداب امچیک. مردمی که موی سر ندارند ترکیه برای چسباندن موی سر میوند، لیکن یک دکتر به من گفت که از داروخانه هایش شامپون هایش رو استفاده برید، هم ارزان، هم دسترس، هم فایده بخش و هم بهترین. السلام علیکم ابی. سلام علیکم. بینیم اویلیم انا بر şampuan ihtiyacım ana var ki saçı sağlam laştırsın, ana vücut çıkarsın. Öyle bir şey var abi bizde mesela şey markası Necat şampuan. Necat ama Necat. Necat. Teşekkür. شامپونی طبابتی نجات برای ریختن موی سر، ریشه موی سر رو مستحکم کردن و برای گریبک برآوردن موی استفاده برده می شود. ای مردمی کموی، شامپونی نجات رو استفاده برید، موی سرتان جنگل موی می شود. شامپونی نجات برای موی سر عجایبات.